سلام. 10 کیلومتر دویدم، حدودا هفته 30-40 کیلومتر میدوام. 500-600 کیلومتر هم که رکاب میزنم. کنارش هم تمرینات مقاومتی و بدنسازی و غیره و اینا رو دارم. خب میخوام بگم نذارین بدنتون تشخیص بده که دارین چیکار میکنی. بدن خیلی هوشمنده و سریع تشخیص میده. مخصوصا کسایی که ورزش شروع کردن برای تناسب اندام، حساب وزنی میدم. بعد یه تایم میگن خیلی خوب چربی کم کردم، بعدش حساب وزنی دادم. آقا بدن شما تشخیص داده داری چیکار میکنی. هر روز یه ورقاچه رو میگیری دستت، میری باشگاه وزنی میزنی. بدنت فهمیده که تو امروز همچنان روز پاه، همچنان روز دسته. علم تمرین تغییر کرده. از قبلا میگفتن دو شخص سوار رو پاهات، راه نرید، پاهاتون خسته میشه، بشینید. الان قبل مسابقه، مثلا تو مسابقات پیست، دارن با کش لوب اسکات میزنن. چرا؟ مقاومت به وجود میارن. واسه چی؟ مثل قایقران. یه قایقرانی که توپ تنیس اومده زیر سکان قایقش، خلاف جهت موج پارو میزنه. وقتی که اون توپو برمی‌داره مقاومت برداشته میشه، اون سنگینی از رو موج برداشته میشه، بهتر پارو میزنه. حالا من اینو خیلی تخصصی توضیح نمیدم. اینا که قایقرانن خب خیلی خفن‌تر و بهتر میتونن برای این توجیه داشته باشن. این یه مثاله. تو شخص سواری هم همینه. شما وقتی که اون کشش، اون مقاومت جلو پات به وجود میاد، وقتی برش می‌داری قطعاً یه استارت بهتر و قوی‌تر میزنی. کاری که همه بچهای هنگ کنگ و کره تو تمام مسابقات حالا کاپ و اینایی که من رفتم انجام میدادن. و اینکه تو یافته‌های علمی جدید داره میگه نیروی گرانش روی رشته‌هایی که جهت دارن، یک جهت تکراری و مدام تکرار میکنن، مثل دو میدانی، مثل اسکیت، مثل دوچرخه سواری، استقامت، پیست نه، تاثیرگذاره. میتونه باعث نشستشون بشه، میتونه باعث افت عملکرد بشه، میتونه باعث ناهنجاری تو بدنشون بشه. کسی که سنش میره بالا، نیروی گرانش روی قدش تاثیرگذاره. نشست قدی میکنه، در و پنجره خونه روش تاثیرگذاره. بعدی که تایمی، پس یک سری کارهایی که میتونه باعث فرسایش بیشتر بشه نباید انجام بدی. پس باید چی کار کنی؟ تغییر سبک، تغییر تایم تمرین، تغییر روز تمرین، تغییر جهت حرکت تمرین. شما باید 360 فقط نه که تو پاهات، 360 در کل حول محوری بدنت انجام بدی. یعنی دامنه حرکتی تو توی تمام جهات بالا ببری، بدن تشخیص نده. خیلی از کوتاهی‌های عضله واسه همینه. طرف میگه قدم کوتاه شده، احساس می‌کنم یه پام از این یکی پام کوتاه‌تره. نه آقا، شما کوتاهی عضله پیدا کردی. اینا برمیگرده به اون ریکاوریایی که باید بعد تمرین بشه، انجام بشه، ولی نمیشه. و اینکه حالا یه سری پیجا هستن اینا رو، یه سری چیزا رو با اعداد و ارقام برای شما توضیح میدن. فلان پاور، فلان عدد، فلان چیز به دست میاد، قهرمان جهان اینو میره. اینا خیلی خوبه، اینا خیلی خفنه، خیلی خوبه، خیلی کارآمده. ولی تا وقتی که بدنتو نتونی تحلیل کنی نمیتونی به اینا برسی. اینا فقط یه عدده که بیشتر کسایی که تو حوزه تربیت بدنی و بیومکانیک تحصیل کردن براشون قابل درک‌تره، برای عموم نیست. اینکه بدن رو بشناسی خیلی بهتر میتونی به این اعداد و ارقام برسی. چیزی که باید پله پله بری، نه یه شبیه یا با هر چیز دیگه. حالا راجع به اینا اگر که خواستین بهم دایرکت بدین، بگین که بیشتر راجع به چه موضوعی براتون توضیح بدم و بازش کنیم و راجع بهش بحث کنیم.